سلام خدمت همه شما عزیزان، من علیرضا هستم در کانال یوتیوب علیرضا دات اسکریپت. خوش اومدیم به قسمت 13 از آموزش ساخت اپلیکیشن اندرویدی و کار با اندروید استودیو. خب قبل از هر چیزی یه تغییر اساسی که توی این ویدیو داریم، توی ویدیو قبلی خب فقط صفحه اسکریم و کدها بود، منتها خب این قضیه یه مقدار کسل کننده میشد و شاید جذابیت خاصی نداشت برای شما که داشتین این ویدیو رو تماشا میکردین. برای همین دیگه تصمیم گرفتم که خودم هم داخل ویدیو حضور داشته باشم و بتونیم با همدیگه آموزش‌ها رو پیش ببریم. مبحث این ویدیومون در رابطه با اینتنت هستش، چون که ما توی ویدیوی قبلی توی قسمت 12مون در واقع بخش دومش مبحث اینتنت ها رو باز کردیم و یه توضیح مختصری در رابطه‌شون دادیم و یک اینتنت رو با هم دیگه ایجاد کردیم برای همون عملیات لاگین و ورودمون که فقط کاربر رو از یه اکتیویتی هدایتش می‌کنیم به اکتیویتی دیگه. اما خب توی این قسمت قراره که بیشتر با اینتنت ها آشنا بشیم و مثال‌های بیشتری ازشون داشته باشیم و بتونیم کاراییشون رو تمام و کمال استفاده بکنید. در واقع اینتنت ها، من اگه بخوام یه توضیح خیلی کوتاهی در موردشون بدم، خود اینتنت در واقع به معنای قصد و نیت. برای همین ما وقتی مثلا میگیم یک اینتنت ارسال میکنیم، در واقع یک عملیات رو شروع میکنیم که این اینتنت ها دو نوع هستن، اکسپلیسیت و ایمپلیسیت. اکسپلیسیت ها همون نوعیه که شما توی ویدیو قبلی دیدیم. اکسپلیسیت به معنای مقصد مشخصه، یعنی این قراره به یک جای مشخصی این اینتنت ما ارسال بشه. به عنوان مثال قراره از اکتیویتی مین اکتیویتی ارسال بشه به ولکام اکتیویتی، یا حالا مثلا از هر اکتیویتی به هر اکتیویتی دیگه داخل خود اپلیکیشن ما این عملیات ها صورت میگیره. ولی اینتنت های ایمپلیسیت به معنی اینتنت هایی هستن که مقصد نامشخصن و معمولا به خارج از اپلیکیشن ما ارسال میشه. به عنوان مثال ارسال میشه به آدرس یک سایت. ما میتونیم با استفاده از اینتنت ها یک وبسایت رو با استفاده از مرورگر گوشی کاربر باز کنیم و اجراش بکنیم، سایت رو نمایش بدیم. و یا اینکه مثلا میتونیم کاربر رو ارسال بکنیم به شماره گیر گوشیش، به برنامه شماره گیرش، یا به برنامه ایمیلش، به برنامه آلارمش. میتونیم این کارها رو ما انجام بدیم با استفاده از اینتنت ها که حتما خواهیم داشت تو ویدیوهای آینده این مباحث رو کار میکنیم. و خب همین تنها تفاوتی که این دوتا دارن، تفاوت اصلیشون توی آرگوماندهیه. موقعی که ما داریم شه اینتنت رو میسازیم که شما میتونید خیلی راحت این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بدیم، بفهمید کدوم اینتنت اکسپلیسیت و کدومشون ایمپلیسیت. فعلا توی این ویدیو قراره که مبحث رو حول همین محور اینتنت های اکسپلیسیت بگردونیم، چون چیزی بود که ما تو ویدیو قبلی نمونه‌اش هم ساختیم. توی ویدیوهای آینده حتما میریم سراغ اینتنت های ایمپلیسیت. خب کاری که الان بکنیم اینجا توی برنامه‌مون، بریم به صفحه مین اکتیویتی. من اینجا یه دونه دکمه از همون پروژه قبلی نگه داشتم و فقط متد آن کلیکش رو عوض کردم، گذاشتم استارت اینتنت. استارت اکشن هم شما میتونید بذارید همونجوری که حالا من روی اسمش این رو گذاشتم روی تکست دکمه. این آن کلیکتون هم میتونه هم اسم باشه، همین استارت اینتنت بذارین. ظاهرش خیلی فرق نمیکنه، حالا من همین ظاهر از برنامه قبلی نگه داشتم که قشنگ‌تر باشه. بریم به صفحه مین اکتیویتی. خب اونجا یه متد آن کلیک ما ایجاد کردیم، پس اینجا میایم متد آن کلیکمون رو میسازیم. public void start intent. خب برای متد آن کلیک که ما دیگه خیلی توضیحش دادیم، فکر کنم برای همتون جا افتاده باشه. متد ساخت متدی که بلدیم. خب بریم که یه اینتنت با هم دیگه ایجاد بکنیم. اول باید بریم از داخل کلاس اینتنت یک شی بسازیم، مثل تمام موارد دیگه داخل جاوا. من اسمشو بعد نوشتم. آلت اینتر هم که بزنیم روی این اینتنتمون، آلت اینتر بزنیم، خودش برای ما این بالا اینتنت رو ایمپورت میکنه. اینتنت حالا اسمش اصلا زیاد مهم نیست، مثلا خب دیگه خود اندروید استودیو غلطی هم داریم میگیره. نیو اینتنت هم که دیگه بلدیم، میایم ما اون شی جدیدمون رو ایجاد میکنیم کامل. خب اینجا گفتیم دیگه تنها تفاوت اینتنت اکسپلیسیت و ایمپلیسیت داخل همین آرگومانی که ما همین اول باید بهش بدیم. برای اینتنت اکسپلیسیت همونطور که توی ویدیو قبلی دیدیم، اولین آرگومانی که ما میخوایم کانتکست این اکتیویتیمون هست. در واقع اگر شما داخل یک متد آن کلیک لسنر باشید، داخل همین آن کلیک که اگه یادتون باشه ایجاد می‌کردیم مثلا برای چک باکس ها،
اگر داخل همچین متدی باشی نمیتونیم بیایم با کلمه this اشاره کنیم به کانتکست، باید بیایم به این شکل در واقع کانتکست این اکتیویتی رو دریافت کنیم و به عنوان آرگومان بدید به این اینتنتمون. بعد بنویسیم main activity dot this، به جای اینکه یه دیس خالی بنویسیم می‌نویسیم main activity dot this. و به عنوان حالا میتونیم اینجا همینجوری میتونیم بنویسیم یا همون یه دیس خالی بزنیم که راحت‌تر هم باشه. برای اکتیویتی دوم که این مقصدش هست در واقع، ما باید بیایم و کلاس جاوای اون اکتیویتی که قرار این اینتنت بهش ارسال بشه رو دریافت کنیم. چجوری این کارو می‌کنیم یاد گرفتیم؟ گفتیم که میایم اسم همون اکتیویتی رو مینویسیم، فقط یه پسوند دات کلاس بهش میدیم. به همین راحتی ما کلاس جاوای این اکتیویتیمون رو دریافت کردیم و به عنوان آرگومان واسه این اینتنت قرار دادیم. خب نوع خیلی ساده‌ای که ما از اینتنت‌های اکسپلیسیت دیدیم داخل پروژه قبلیمون همین شکلی بود. یه اینتنت ایجاد کردیم و با متد استارت اکتیویتی، حواستون باشه یه متد دیگه هم اینجا هست خیلی شبیه اسمش، اسم استارت اکتیویتیز، استارت اکتیویتی باشه حتما حواستون باشه. استارت اکتیویتی و این اینتنتی که گذاشتیم اونجا رو اسمش رو می‌نویسیم و اینجوری شد، اسمش رو می‌نویسیم و براش قرار میدیم، سمیکالون هم میذاریم. حالا من برنامه رو اجرا بکنم. خب این از شبیه ساز ما، برنامه هم داره روش نصب میشه. خب برنامه اجرا شد. حالا من اگه روی این استارت اکشن بزنم میبینید که ما ارسال میشیم به این اکتیویتی ولکام اکتیویتی که اینجا داریمش و یه تکست رو گذاشتیم به اسم ولکام. خب این از حالا میخوایم بیایم یه مقدار اینتنتمون رو پیشرفته تر بکنیم. تا قبلش من یه موضوعی رو خدمتتون بگم. اگر اینتنتتون فقط کارش این بود که کاربر رو از یه اکتیویتی ببره به یه اکتیویتی دیگه، شما لازم نیست بیاین اینجوری حالا یک شی بسازید و بعداً بیاین این شی رو به استارت اکتیویتیتون بدین. نه، خیلی راحت همون اینتنتی که اون بالا ایجاد کردین که یعنی در واقع از این ور مساوی به بعد رو شما میتونید اینجا قرار بدین. چون ما یه اینتنت میسازیم دیگه، در واقع اسم نداره. این که نیو با حرف بزرگ باید بنویسیم کلاس نیو اینتنت، همون کدی که بهش بالا دادیم دیسو ولکام دات کلاس. همین شکلی خیلی راحت شما اینتنتتون هم ایجاد کردیم. مثلا اینم پاک میکنم، کامنت هم میتونستیم بکنیمش، حالا مثلا فقط دیزیبل به شما خورد که ببینین. همین فقط از همون ور مساوی به بعد رو که بنویسین اینجا نیو اینتنت، آرگومان ها رو بهش بدین، اینتنتتون خیلی راحت اجرا میشه. این فقط در حد هم که بهتون گفتم، فقط کاربر رو قرار ارسال بکنه از این اکتیویتی به یک اکتیویتی دیگه، کار دیگه قرار نیست اضافه انجام بده. من اینجا بیام اینتنتمون رو دوباره ایجاد بکنم مساوی با یه دونه این اونجا جا انداختیم، اینو من میزنم و حالا اینجا کامل میشه، سمیکالون میزنیم این پایین. اینجا من برای این استارت اکتیویتیمون همین اینتنت رو میدم، چون دیگه از این به بعد اینتنتمون ساده نیست که فقط از این اکتیویتی ارسال بشه به اون یک اکتیویتی. اینتنت ها میتونن با خودشون یک سری مقادیر رو هم جابجا بکنن. یعنی مثلا حساب کنید که این اینتنت داره ارسال میشه، ما میایم همراه با این اینتنت چند تا چیز دیگه هم ارسال میکنیم به اون اکتیویتی. به چه صورت؟ داخل خود همون شیء که ساختیم یک متد وجود داره به اسم put extra. put extra های زیادی هست، همشون یه نوعن. فقط اینم ببندم، کنترل اسپیس بزنیم میتونید نوعش رو ببینید. فقط آرگومان هایی که دریافت میکنن نوعشون فرق میکنه، وگرنه کلشون میبینید که فقط با همین put extra هستن. خب اینجا به ترتیب براتون آورده این بایت، چر، لانگ، فلوت، استرینگ هم هست، پیداش بکنم. مثلا یک آرایه از نوع استرینگ به عنوان مثال، خود بولیان استرینگ یک آرایه مثلا از نوع فلوت ها، یک آرایه از نوع دابل، خود دابل و شورت و کلی مقدارهای دیگه که هم به صورت آرایه و هم به صورت تکی شما که اینا رو ارسال بکنید. پرکاربردترینشون استرینگ و استرینگ به صورت آرایه و اینتجر ها هستن و حالا فلوت و بستگی به اون نوع عددتون داره. خب ما میخوایم یک استرینگ ارسال بکنیم، پرانتزش رو میذاریم. آرگومان اولی که از اون میخواد کلید هستش، یک کلید. این کلید ما مثلا قراره که من بذارم نیم،
هر چیزی که قراره باشه، حالا این نیم رو با این تگی که واسه ما گذاشته اشتباه نگیرید. برچسبیه که خودش واسه ما قرار داده بفهمین این آرگومان چی هستش. همونطور که واسه این آرگومان اینجا قرار داده که این پکیج کانتکستی هستش که قرار دادی. این هم همون شکل این نیمی که این قبل هست. خب یک کلید و یک مقدار، اینا الان براتون توضیح میدم. مقدار ما قراره مثلا علیرضا باشه. خب کلید مقدار یعنی چی؟ اصطلاحاً بهشون میگن کی ولی، یعنی که یک کلیدی هست و یک مقدار برای اون کلید. مثل چی میمونه؟ خیلی ساده بخوام براتون توضیح بدم در واقع مثل اینکه شما به اینجا یه اینت x تعریف بکنید و مقدار 3 رو بهش بدید. دیگه از بعد شما لازم نیست به این 3 رو صدا بزنید، میتونید به این x رو صدا بزنید. خب این یه حالتیه که انگاری اینجا هم به همون صورته، انگاری نیم مقدار علیرضا رو داخل خودش داره. یعنی ما برای اینکه بتونیم به این ولیو دسترسی پیدا کنیم باید کلیدش رو بشناسیم. مثل اینکه اصلا بخوایم به این 3 دسترسی پیدا کنیم بعد بریم x رو صدا بزنیم. یه همچین حالتی داره که اصلا تو برنامه‌نویسیشون میگن کی ولیو. خب ما اینتنت پوت اکسترا، متد پوت اکسترا رو گذاشتیم، اسمش رو نیم گذاشتیم و مقدارش رو هم علیرضا. خب الان این با این متد زمانی که این دکمه‌ای که ما اینجا زدیم توی اکتیویتی قبلی استارت اکشن رو که مثلا بزنیم، حالا الان این نسخه قبلی هستش، اون استارت اکشن رو که بزنیم همراه با این اینتنتی که ارسال میشه به ولکام اکتیویتی، این مقادیر هم باهاش ارسال میشن و جابجا میشن و حالا ما اینجا میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و اونها رو بخونیم. چجوری میایم این کار رو انجام میدیم؟ دو تا روش داره. یکی این که بیایم دوباره اینجا یه دونه اینتنت بسازیم، حالا آلت اینتر هم بزنیم که اینجا ایمپورت بشه، منتها دیگه نمیم بنویسیم نیو اینتنت حالا آرگومانا رو بدیم، بیایم فقط بهش بگیم که get intent. یعنی چی؟ یعنی اینتنتی که ارسال شد و به این اکتیویتی بگیر و ذخیرهش بکن داخل این یه نوعشه. نوع بعدیش هم حالا بهتون توضیح میدم، مثلا بریم با این کار کنیم، من نوع بعدیش هم در کنارش بهتون بگم. حالا از اینجا به بعد میتونیم بیایم بگیم مثلا intent.get نوع value extra، مثلا get int extra، get array int extra، get int extra، get float extra، get double extra، get char extra، هر چیزی. منتها چون چیزی که ما ارسال کردیم از نوع string بود برای نیستیم get string extra. تنها چیزی هم که الان از ما میخواد نیم هستش، همون کلیدی که اونجا براش قرار دادیم. نیممون چی بود؟ همین نیم براش قرار میدیم. الان استرینگ ما گرفته شد، خب منتها جای ذخیره‌اش نکردیم، پس بریم چیکار میکنیم؟ میایم یک استرینگ میسازیم، مثلا برای به عنوان اس واسش هم می‌نویسیم که name str، فرقی نمی‌کنه اسم. الان این اسمی که ما از این اکتیویتی علیرضا رو ارسال کردیم به اینجا، با استفاده از این دو خط کد دریافتش کردیم و قرارش دادیم داخل این شی استرینگمون. این یه نوعش. من اینا رو کامنت کنم. نوع بعدی که میتونیم انجام بدیم به این شکلی که ما همینطوری بنویسیم string name str، استیار مخفف همون استرینگ هستش، مساویه با get intent، دوباره یه دونه دات بنویسیم، همین ادامهش بنویسیم get string extra، کلیدش هم بهش بدیم به عنوان نیم. یعنی اون دو خط کد رو شما میتونید به همین یه خط کد تبدیل بکنید، یا اینکه اگر دوباره باز با این اینتنت کار داشتین، مثلا اون بحثی که اونجا داشتیم گفتیم میتونیم بیا مثلا نیو اینتنت رو همونجا خالی بنویسیم داخل استارت اکتیویتی، اینم به همون شکل میتونیم بریم اینجوری ایجادش بکنیم، فرقی نمیکنه. حالا ما میایم اینجوری میذاریمش. چند تا مقدار قراره الان دریافت کنیم در ادامه، پس ما میایم یه شی میسازیم که هر مقداری بتونیم جداگونه دریافتش بکنیم. خب این از این. الان نیمی که ما ارسال کردیم داخل این استرینگ قرار گرفت. بریم که این نیم رو اینجا نمایشش بدیم. خب من برای این تکست ویو یک آیدی گذاشتم vl_tv. بیایم این تکست ویومون رو ایجاد بکنیم. تکست ویو میذاریم اسمشو فرق نمیکنه. تکست ویو هم ایمپورت کنیم، همون آلت اینتر که بزنید ایمپورت کلاس خودش براتون ایمپورت کنیم. بعد بریم تکست ویومون رو الان با متد find view by id r.id.dlt خودش رو مقداریش کردیم و بریم حالا در ادامه مثلا بگیم که text view .set text این نیم استیاری که ما اونجا داریم.
بریم برنامه رو اجرا بکنیم، شبیه سازو بیاریم. خب تمام کاری که اینجا کردیم همین با متد پوت اکسترا علیرضا رو با کلید نیم پاس دادیم به این اکتیویتی. استارت اکشن که بزنیم می‌بینید که از این به بعد دیگه به جای این متن ویلکام، چون ما اینجا ست تکستش کردیم، علیرضا رو به ما نمایش بده. میتونیم یه کاری بکنیم، میتونیم قبل همین مثلا بنویسیم که ویلکام به اضافه این نیم استیارمون. این به اضافه داخل استرینگ ها میاد دو تا استرینگ رو به هم دیگه میچسبونه. برنامه اجرا شد. استارت اکشن که بزنیم ویلکام علیرضا میبینیم. حالا یه دونه فاصله اینجا ما جا انداختیم. میتونید مثلا اینو به عنوان همون توی پروژه لاگینتون استفاده بکنید. کاربر که مثلا به جای ایمیل یوزرنیم ازش بگیریم و در ادامه بریم اون یوزرنیم رو پاس بدیم به این اکتیویتی و مثلا همین شکلی برسیم ویلکام حالا اون یوزری که کاربر اونجا وارد کرده. این برای این. یه مورد دیگه هم هست. حالا ما مثلا صفحه ویلکام دیگه نیستش، میخوایم یه سری اطلاعات رو اینجا نمایش بدیم. الان قراره که همراه با این اسم یک عدد هم ارسال بکنیم به اون اکتیویتی، چون اعداد یه خورده داستانشون فرق میکنه. intent dot put تا اینجا همونه، put اکسترا هیچ فرقی نداره. مثلا ما بیایم عدد امسال رو وارد بکنیم 2021 year میذاریم براش و خب عددی که قراره داشته باشیم همین 2021 یه سال رفتیم عقب. خب intent dot put اکسترا به عنوان کلید year و به عنوان مقدار 2021 استارت اکتیویتی اونم که بزنیم اینجا ارسال میشه به این. حالا ما میایم در کنار این استرینگ نیم استیار میایم یک اینت year هم دریافت کنیم، هم اینت دات get int extra. و خب اینجا یه قضیه متفاوت داریم. اینجا اگه من فقط بیام همین کلید رو بهش بدم به عنوان year میبینی که از ما خطا میگیره. چرا؟ اعداد داخل به اون مثل بخوام بگم به اندروید باید همیشه یک مقدار دیفالت داشته باشن، یک مقدار پیش‌ورد، مثلا اعدادی که ما مثلا قرار دریافت کنیم. توی چند تا جای دیگه هم به همین صورته باید حتما واسه اون عددی که قرار دریافت کنیم و قرار بدیم یک مقدار دیفالت و پیش‌فرض هم داشته باشیم. چرا؟ چون به عنوان مثال بگم اگر استرینگ ما خالی بود، مثلا استرینگ empty اگه داشتیم، خب اگر این خالی باشه این رو به ما برمیگردونه، هیچ مشکلی نداره. یک استرینگ یک رشته خالیه ولی عدد نمیتونه خالی باشه، صفر هم یه عدد دیگه. پس برای همین ما میایم اینجا براش یک مقدار دیفالت در نظر میگیریم. مثلا ما مقدار دیفالتش رو بزنیم 2020، مثلا سالی که مثلا این اپلیکیشن رو ما یه سال پیش ساختیم، ولی هم مقدار پیش‌فرضش هم گذاشتیم 2020 که اگر فرقی کرده بود دیگه خود کاربر مثلا یه سال گذشته بود خود کاربر به اونجا اون عدد سال رو تغییر بده. اگه حواسش نبود که تغییر داده باشه ما میایم 2020 رو براش قرار میدیم. به همین صورت این بود از تفاوت اینت کلا اعداد، یعنی فلات هم شما بخواید بگیرید به همین صورت، دابل هم بخواید بگیرید به همین صورت، متا رشته و متن و کاراکتر نه دیفالت ولیو نمیخوام. این هم از این. بیایم برای همون تکست ویو دوباره یه متنی ست کنیم. تکست ویو دات ست تکست که الان بیایم یه کاری بکنیم. ما اگر قرار باشه که مثلا یک استراکچر داشته باشه استرینگمون، به عنوان مثال یه استرینگ تست من اینجا بسازم، همون استرینگی که اینجا داشتیم ویلکام به اضافه علیرضا یا این شکلی بود نیم استیار. خب اگر من بیام این ساختار رو همین شکلی همون جوری که قبل بهش دادیم بهش بدم، میاد اینجا به من یه اخطار میده، میگه بهتره که حالا این اگه اخطار بیاد نشون نمیده. حالا این اخطاری که اینجا من میده میگه بهتره که این ساختاری که داری رو ببری داخل یک شی استرینگ ایجادش بکنی، بعد بیا به من اون شی استرینگ رو بدی که دیگه به مشکلی هم بر نخوریم و بهینه تر باشه. و من به اینجا بهش تست رو بدم ببینید که بدون هیچ اخطاری قبولش میکنه. حالا کاری که قراره این تست یا تکست ما داشته باشه، چون دیگه تست نیستش، الان قراره یه متن براش بنویسیم. بخوایم تکست بنویسیم ویلکام مثلا اسم یوزرمون، در ادامه مثلا بخوایم یه خورده بهترش بکنیم یه دونه بک‌اسلش ان که بزنیم مثل اینتر عمل میکنیم، یه دونه نیو لاین مثلا ما اینجا ایجاد میکنیم، به اضافه هم میذاریم که اینا رو بچسبونیم به هم دیگه.
و اینجا هم در ادامه ما فقط میایم همون سال رو اضافه میکنیم بهش. بریم برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. استارت اکشن ویلکام علیرضا، یه دونه بک اسلش ان خورد، اومد پایین نوشت 2021. به همین صورت به عنوان مثال خدمتتون میگم ما میایم اینجا داخل مین اکتیویتیمون یه دونه فیلد ادیت تکست قرار بدیم، بذاریم مچ پرنت، این رو هم بذاریم مچ پرنت، بریم پایین یه دونه آیدی بهش بدیم، بنویسیم که get.et. حالا اسم آیدی ها فعلا مهم نیستش، برنامه تمرینی، ولی حتما حواستون به آیدی ها باشه که یه چیز مناسب براش بذارید. get underline et و همین ببینیمش. خب این چرا هایتش هم گذاشتیم مچ پرنت، هایتش رو بذاشتم در کانتنت حواسم نبود. بریم اینجا ادیت تکستمون رو ایجاد بکنیم، ادیت تکست همون get underline et میذاریم. اونجا اگه اینتر رو بزنید همونجا براتون در ادامه ادیت تکست رو ایمپورت کنید دیگه، لازم نیست آلت اینتر یه سری بزنید. خب get et مساوی با find view by id r.id get et. بریم این پایین بنویسیم که داخل اینجا میخوایم وقتی که کاربر دکمه کلیک کرد این سال رو همونطور که گفتیم از کاربر بگیریم. حالا بعد از اینکه اینترنتمون ایجاد شد می‌نویسیم که اینتر مساوی با get et get text. منتها اینجا الان باید در آخر یه دات تو استرینگ بکنیم و کل این رو کست بکنیم یا پرس بکنیم به اینتجر. پس میایم از داخل اینتجر متد پرس اینت رو صدا میزنیم و کل این استرینگ رو میذاریم داخل اینتجرمون. اول باید این تکستش رو به استرینگ تبدیل کنیم و بعد هم پرسش بکنیم به اینتجر رو داخل این متغیر قرارش بدیم. الان ما اینجا این متغیر رو پر میکنیم با یه، یعنی مثلا همونطور که حالا من اونجا دستم خورد دکمه استارتش رو زدم، یه بار دیگه فکر کنیم برنامه‌مون کلش کرد. خب حالا اینجا همون 2021 رو بهش میدیم یا اصلا هر سالی هر عددی 2025 استارت اکشن که بزنیم ویلکام علیرضا، اون عددی که دریافت کردیم 2025 بود دیگه، به همین شکل. و خب این دیفالت ولیو در واقع بخوام خدمتتون بگم کاربرد اونچنانی نداره، چون اگه مثلا من بخوام یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنم، اگه من بخوام این فیلد رو خالی بفرستم همونطور که اولش دیدیم به من خطا میده و کلا برنامه کرش میکنه و میاد بیرون. برای همون اون دیفالت ولیو توی موارد خیلی خاص که مثلا این خطاها نادیده گرفته بشه، مثلا ما براش دیباگ بنویسیم داخل کدامون که اگه خالی بود به مشکل بر نخوره، حالا مثلا اون موقع دیگه ما از این دیفالت ولیو استفاده میکنیم، ولی معمولا اتفاق نمیفته که بخواد بره سراغ این دیفالت ولیو، فقط واسه این محکم کاری که دیگه اون موقع مثلا کرش نکنه. برای همین میایم مثلا ما این مقدار دیفالت ولیو رو واسه اعداد قرار میدیم، حتی این میتونه 0 باشه، ولی خب باید حتما یه مقداری داخلش داشته باشه. خب این بود از آموزش این قسمتمون، امیدوارم که مفید بوده باشه و لذت برده باشین. حتما این ویدیو رو تمرین بکنید، لایک و سابسکرایب کانال من یادتون نره، زنگوله رو بزنید که از به بعد ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین، اولین نفری باشین که ویدیوها رو تماشا میکنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.